یاران عزیز السلام علیکم. امروز 10 ایون سال 2026 میباشد. قرار داریم در ناحیه دنگاره جماعت پوشینگ و در هم خیلی جایهای سنگلاخی که میبینیم برادر ما الهام هم خیلی سنگ ها رو زمین رو تازه کرده ها در همون بالا گرم خانه ها و باغ های بهترین رو آباد کرده است. خدا خواهد از نزدیک میرویم با این گرمخانه ها با این کارهای اکا الهام شناس میشیم که با خدا رحمت کند پدرشان همین بهار گذاشتن اساس پدرشان بود در اینجا آباد کردن و سفید و بس سری خود هم خیلی جایهای آباد رو باغ و بستان ها رو ماندن. حاضر میریم از نزدیک تماشا میکنیم. من آمدیم نزدیک باغ انگور. از باغ انگور نوار رو سر میکنیم بعد به لیمان خانه و گرم خانه و دیگر چیکار تمام میکنیم یک چند نوار میکنیم. حوض باغ انگور رو از نزدیک میریم تماشا میکنیم. از درون این لیمان خانه ها هست. لیمان خانه ها در علاقه نوار میگیریم. همجوری عزیز آمدیم ما با باغ انگور باغ اکای الهام خدا رحمتی پدرشان حاجی رحمان علی این باغ رو آباد کردگی بودن. بهار گذشته نه بگم اونم همین بهار گذشتن سپتامبر گذشتگی بودن دکبر. خدا رحمت کند پدر رو بسیار شخصی بزرگ بودن. این انگورهایشان رو بینید درجه عالی قرار دارد. خدا خواهد این انگورها علاقه امسال پولی باغ رو میبروردگی شدن 4-5 سال شدن. سال دیگه با خوبتر میشود. باز ما یک دو توصیه های دیگر میتیم تا این باغ رو باز خوبتر نگاه کنن. تگ باغ رو نگاه کنید چقدر تازه نگاه دادن تازه آب دادگی نیستن. همین جوبارها رو آب سر میتین آب رو از تک زمین زده برآوردن چاه زده برآوردن و این است باغ. 1 هکتار باغ است. خیلی همین مهنت کنید در سنگلاخ هم باغ میشود. سنگ رو تازه کردن اینجا خاک ها آورده بالای زمین ریختن و زمین رو آباد کردن. همه کسا دست دعا میبرداریم که حاجی رحمان علی خدا رحمت کند جایشان جنت شود. بسیار بسیار شخصی مهنت دوست بودن. من آمادگی بودم شناس شدگی بودم با آنها 1 پیاله چای گرفتگی بودیم. انا دوستانی من همه ما یک سنگلاخ رو هم خیلی آباد کنیم اگر تاجیکستان گلستان می شود. بینید در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.